شاید توی کلیپ‌های قبلیم گفته باشم که ما توی دنیا 4 نوع آدم داریم. اولیش آدمای کودنن، کسایی که از زندگی هیچ انتظاری ندارن. دومیش آدمای احمقن، دور از جونتون. اینا اصلا نمیدونن از زندگی چی میخوان. سومیش آدمای باهوشن. اینا دقیقاً میدونن از زندگی چی میخوان. و بالاخره چهارمین دسته آدمای خردمندن. خردمندا فرق دارن با بقیه، چون دقیقاً میدونن از زندگی چی نمیخوان. حالا وقتی آدم به سطح خرد میرسه دیگه نمیتونه از کسی متنفر بشه. حتی وقتی در حقش بدی میکنن، بهش خیانتی میکنن یا خلاصه کار خیلی بدی در حقش میکنن که خیلی ناراحتش میکنه. چون وقتی هوش احساسی آدم بالا بره، آدم میفهمه که چرا یه سری اینجورین که هستن. میفهمه که پشت رفتار بد و زننده هر آدم به ظاهر بالغ یه بچه زخمی خوابیده. ببینین، اون کسی که همیشه در حال پرخاش کردن دائما سر داد میزنه یه بزرگسال نیست. اون همون بچه‌ایه که شاید هیچ وقت کسی به حرفش گوش نکرده و جدی نگرفته. یاد گرفته برای شنیده شدن باید داد بزنه. اون کسی که همه چی تو کنترل میکنه، کجا میری، با کی میری کی میای و غیره، شاید همون بچه‌ای باشه که بارها و بارها شاهد دعوا و کتککاری یه پدر خیلی شکاک و یه مادر اهل رفت و آمد و گردش بوده و تو اون محیط مریض بزرگ شده. اون آدمی که مدام میخنده و با شوخیاش دیگران آزار میده و کوچیک میکنه، شاید هم بچه‌ای باشه که روزگاری پدر و مادر و خواهر و برادرش به خاطر هر چیزی بهش خندیدن. حالا یاد گرفته کمبودای خودش رو پشت مسخره کردن دیگران و خندیدن به دیگران مخفی کنه. اون کسی که بهت خیانت میکنه یه بچه است که هیچ وقت یاد نگرفته امنیت احساسی یعنی چی. برای همینه که هر بار یه جور روابطشو با خیانت خراب میکنه تا قبل از اینکه کسی ولش کنه خودش زده باشه زیر همه چی. و حتی اون کسی که زیر پست قبلی من فحش خواهر مادر بنویسه یه بچه است که درس نخونده، حرفای منو نمیفهمه، نمیتونه درک کنه، مغزش نمیکشه، ارور میده، عصبانی میشه، فحش میده. چون هنوز همون بچه است که کسی هیچ وقت بهش یاد نده گاهی وقتا شنیدن حقایق تلخ لازمه تا آدما به خودشون بیان و اینقدر تو زندگی خودشون عذاب ندن. منظور وقتی اینو میفهمی که هر کسی که ناراحتت میکنه یک کودک در لباس یه آدم بزرگساله که یک گوشی آدم بزرگواران دستش گرفته، دیگه چیزها رو شخصی نمیگیری. میفهمی که بعضی از آدم بزرگا همیشه بچن، فقط لباسشون عوض کردن. آدمای زخمی میکنن دوستان. این رفتاراشون رو توجیه نمیکنه، نه ابدا، ولی توضیح میده چرا اینجورین. میفهمی این بابا دعواش با تو نیست، با خودشه، با کودکیه که هنوز ازش فرار میکنه و اون وقتی که دیگه نمیذاری ترک اونا تو رو هم بشکونه. در آخر هیچ کدوم از این آدما واقعا بزرگ نمیشن، فقط شکل زخمشون عوض میشه. روز خوش.